درود به شما برنده عزیز لاتاری. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من اشکان معین‌فلا، وکیل و مشاور شما تو این زمینه. میخوام امروز یه مبحثی رو به شما معرفی بکنم که از اخبار عقب نمونید. من یه سیستم خبرنامه‌ای رو برای شما فراهم کردم که وارد سایت ما میشید. من آدرسش رو زیر ویدیو گذاشتم، توی اطلاعاتی که پایین ویدیو هم هست لینک ها قرار گرفته و میتونید شماره موبایلتون و اسمتون رو وارد بکنید و عضو خبرنامه برنده های لاتاری بشید. مزیت این خبرنامه و کارهایی که قرار توی این انجام بشه رو من توی ویدیو خدمت شما میگم. اولین نکته اطلاع از ویزا بولتن های ماهانه هستش. یعنی هر ماه یه اطلاعیه صادر میشه که میگه تا چه کیس نامبری کارنت شده، که اگه نمیدونید اینا چیه من تو ویدیوهای دیگه کامل توضیح دادم. هر وقت ویزا بولتن اعلام میشه برای شما SMS میاد که اعلام شد و اگر شامل شما بشه، یعنی کیس نامبر شما کارنت شده باشه، به شما اطلاع میدیم که باید منتظر دعوت به مصاحبه بشید و اگه دعوت ها اعلام بشه باز SMS میاد که شما دعوت به مصاحبه شدید. این یکی از مزایای عضویت تو این سیستمه. اگر اتفاقی افتاده باشه، سفارت تعطیل شده باشه، مدیکال تعطیل شده باشه و هر مسئله‌ای که پیش بیاد برای شما SMS میشه بر اساس کیستون. و اطلاعیه دیگه مثل اخبار مهاجرتی، مثلا خیلی دنبال تراول بن بودن توی ماهای گذشته، از زمانی که ترامپ اومد رأس کار برای بار دوم تا چند ماه بعد همه درگیر این موضوع بودن. خب اینا برای شما SMS میشه. اگه خبری باشه، چیزی باشه که نگران نباشید. اگه لایو مهمی داشته باشیم با برنده های لاتاری، اگه خبر مهمی باشه براتون SMS میشه که فلان لایو قرار فلان ساعت باشه، فلان خبر منتشر شده، لینک رو براتون میفرستیم بخونید. زمانی که رفتید مصاحبه رو انجام دادید، اگه AP شده باشید موارد لازم براتون SMS میشه و کلاً تا زمانی که شما برید آمریکا همه اطلاعیه‌ها به شما SMS میشه. هزینه‌ای هم نداره، کاملا رایگانه و این خبرنامه رو من تنظیم کردم که شما حتی اگه چیزی رو فراموش کردید به شما یادآوری بشه. حالا توی ادامه شما میتونید عضویت حرفه‌ای‌تری توی این خبرنامه داشته باشید. ما تو مرحله اول اسم و شماره شما رو میگیریم و اطلاعیه ها میاد. حالا اگه بخواید دقیقاً مطلع بشید که برای شما چه اتفاقی میفته، لازمه کیس نامبر و یه سری اطلاعات رو وارد کنید. حالا میتونید دقیق هم نذارید. مثلا اگه کیس نامبر شما 2350 بذارید 2348 مثلا، اگه خیلی نگران چیز هستید اینکه دقیق بگید اطلاعاتو میتونید وارد بکنید و اگه مثلا کارنت شدید بیاد. چون اگه شما فقط شماره و اسمو بزنید ما نمیدونیم کیس نامبر شما چنده که این اطلاعیه ها رو بزنید. تو مرحله اول شماره‌تون رو وارد میکنید، اطلاعیه عمومی میاد. مرحله دوم اگر دوست داشتید بقیه اطلاعات هم میزنید که دقیق تر به شما اطلاع بدیم که کی دعوت میشید کی نه، یا اگه نیاز به تغییر سفارت داشتید، اگه نیاز به اقدام خاصی بود، اینا همه بهتون اطلاع رسانی بشه. این اطلاع رسانی رو ما توی ربات تلگرامیمون هم انجام میدیم. میتونید ربات تلگرام رو عضو بشید برای شما بیاد. توی کانالمون هم که کانال تلگرام اخبار رو ما قرار میدیم، توی گروه هم در موردش بحث میشه. ولی خب ممکنه شما اصلا اینترنت نداشته باشید یا حوصله نداشته باشید چک بکنید اخبار تلگرامو، SMS براتون میاد و متوجه موضوع میشید. پس اگه میخواید این کار انجام بدید، اگه توی یوتیوب دارید این ویدیو رو میبینید، اولا که کانال ما رو سابسکرایب کنید باشید، ویدیوهای زیادی براتون داریم. پایین ویدیو لینک مربوط به خبرنامه رو قرار دادم که lottery.us/subscribe هستش لینکش. توی سایتمون هم اگه دارید این ویدیو رو میبینید که پایین همین ویدیو فرم مخصوص هست، اسم و شماره رو وارد میکنید، دکمه عضویت رو میزنید و کار انجام میشه. بقیه مراحل هم برای شما SMS میشه. اون ربات تلگرام اگه میخواین عضو بشید براتون لینکش رو میفرستیم. توی همین صفحه‌ای که ما توضیح رو دادیم گذاشتیم و هر ربات و هر اطلاع رسانی که ما داریم رو معرفی کردیم زیرش. یعنی اگه واتساپ هم بخوایم این کار رو انجام بدیم همونجا اطلاع رسانی میکنیم.
اگه سیستم جدیدی بخوایم راه اندازی بکنیم براتون SMS میدیم و شما تا زمانی که گرین کارتتون رو بگیرید از SMS ها با خبر میشید. فقط زمانی که گرین کارت رو میخوایم بگیرید دیگه، چون آمریکا هستید SMS های ایران رو نمیتونید بگیرید دیگه، از دریافت این خبرها دور میشید، یه چیز بزرگ از دست میدید. ولی خب توی ربات تلگرام رو میتونید باشید و بقیه اخبارم دنبال بکنید. سورپرایزهای زیادی ما براتون داریم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید، شماره منو حتما سیو بکنید، توی تلگرام هم به من پیام بدید، به صورت رایگان مشاورهای لازم رو بهتون میدم و تا انتهای مسیر با شما هستم که راهنماییتون کنم و شما رو توی آمریکا ببینیم.